نه ندارم. همو طرف کارخانه خود ها یتیم خانه ها را رفته چی میگه خبر میگیریم شرایطشون خوب است. در این باره چیزی گفته نمیتونم. من درباره و یتیم خانه معلومات دارم و با نظر ما میرسد که بسیار میشنویم که بعضا صاحبکارای ما دستگیری هم میکنن از طرف ولایت. ما شنیدیم هست با فکر من که نقض وقتی صاحبکار دستگیری نقض بشه همش. با مهر پدر و مادر. همه مهر پدر مادر نمیرسه. با فکر من با یتیمون مهر پدر مادر. مهر پدر مادری. خیلی خدا رو شکرانه استقلالیت تمام که قریب همه چی به ما میرسه. برای دا کمک نمیسون در کاره و یا برای دارو خریدشون برای چون نمیرسه و یا اونها چه بگم اونها با که مهر پدر و مادر اصلا در کاره. البته اولا که من شرایط خوب ندارم اگر شرایط خوب می داشتم خانه خودم می بود اجاره شینم من. البته چرا نه اگر که شرایط رسد قبول میکردیم چون قبول نمیکردیم لیکن ما پنسیونر اساس مالی پنسیون میگیریم. میکردم 100 بار شکر من فرزند ندارم خودم ایجان مگرفته کلون کدگیم نو شوهرم بندگی کرد. اگر امکانیت می بود حتما نه که خانه خمون نگودک بسیار